فکر میکنی تو افغانستان چه جور ماشینایی سوار میشن؟ خب معلومه ماشینای آمریکایی نه بیان اینا که کسی سوار نمیشه، ما مجبوریم سوار شیم. ببین این خیابونای کابله، نگاه کن ماشینا میان رد میشن. کابله. آره این خیابونای کابله، نگاه کن چه جور ماشینایی رد میشه. این فیلم من نگرفتم، خودم از یوتیوب درش آوردم. واقعا همچین چیزی از خودت میتونی داخل یوتیوب سرچ کنی. نگاه کن فقط چه ماشینایی رد میشه. این یه فورد دیگه. آره. فورد مستانگه. این یکی یکی رد میشن. فقط نگاه دو طرف خیابون رو نگاه کن ببین چه جور ماشینایی فقط رد میشه. یه نفر داره فیلم میگیره، از خیابون داره فیلم میگیره. یعنی یه روز عادیه. آره دیگه. این چی بگم آقا، ما خیلی عقبیم. لایکی